امروز با موری یه عدس پلو خوشمزه درست کردیم که دل ازش نمیکن. اولین کار که خب مشخصه عدسا رو میخوابونیم تو آب و میپزینش. حالا نوبت میرسه به گوشت که پیاز رو رنده میکنیم و آبش رو میگیریم، با سیر و پاپریکا و نمک و فلفل خوب ورزش میدیم. وقتشه که پیشبند و گردن مهمونمون بندازیم و ازش حسابی کار بکشیم. نوبت قلقلی کردن گوشته. کشمشا رو خیس میکنیم و زعفرونم دم میکنیم و میذاریم کنار. برنجمون هم که میذاریم یه دوتا قل بزن. حالا کشمش و گردو و کره و یکم با هم تفت میدیم تا این رنگیش. حالا برنج و عدس رو توی یه ظرف میریزیم و خوب همش میزنیم. بعدش هم که میریم سراغ سرخ کردن گوشتای قلقلیمون. همه چی آماده است. یه لایه تعدیگ و برنج و بعدش هم کشمش و گردو، روش یکم پیاز داغ، ما بقیه برنجمون هم با زعفرون همین میزنیم و میچینیم. لایه آخرم گوشتای قلقلیمون میدیم میره بردم. به همین سادگی. نوش جونتون. خدافظ شما.